السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاحی جمع بجیل براته برادران عزیز، اولین مسجدی که در اسلام بنا شدگی است بعد از آنی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کرد از مکه به مدینه منوره، این مسجد قبا است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر انسانی که در خانهش طهارت کنه و بیاد در همین مسجد 2 رکعت نماز بخونه، ثواب حج عمره را میگیره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عبدالله ابن عمر است الله اعلم روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر روز شنبه طهارت میکرد، در خانه میومد در همینجا 2 رکعت نماز میخواند. گاه وقت سواره میومد، گاه وقت پیاده. یعنی شرح میکنن علما که بعض وقتها وقتی که حرار میبود، گرم میبود، سواره میومد. اگر که گرم نمیبود، خنک میبود، سوقین میبود هوا، یعنی پای پیاده میومد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینی ماشینا ما را غامتا نمیمونه که خصوصی اون کنیم. شکرا، کویس، ماشاءالله علیک. بگذار که المهم که ایسی سیون کنیم نمیمونه نرمال سیون کنیم. Thank you very much. دوامی ویدیو خلاصی که بخشش که ما ارالشتی اون کم میکنیم، اگر شید میبریمش، نشید هم تا میمونیمش. خلاصی گفت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم گاه وقت سواره گاه وقت پیاده می اومد. بعض علما میگن که در زمانی که سواره می اومد هوا گرم بود، سواره می اومد. اگر هوا گرم نمید پیاده می اومد در این مسجد رکعت نماز میخوند. الحمدلله هر کسی که انشاءالله که در همینجا باشین بیاین 2 رکعت نماز در مسجد قبا بخوانید، ثواب حج عمره را یعنی ترک نکنین. الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را نگهبان باشه، توفیق بندگی را عطا فرمایه. عبدالله ابن عمر روایت میکنه و عبدالله ابن عمر همین عمل را ترک نمیکرد، همین عمل را انجام میداد. با اون خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم را هر چیزی که شنیدیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کنیم که عمل بکنیم. خب دوستان عزیز، بدعا باشین. اگر که همین گونه ویدیوها برای شما پسند بیاید، در کامنتر بنویسین تا اینکه ما ویدیوها را بسیارتر کنیم و درباره‌شان گپ بزنیم. ما کوتاه گپ میزنیم جاهای مهم شه، یعنی درباره بسیار بگیم احادیث هست و آیات های قرآن هم نازل شدگی هستند. این مسجد مسجد تقوا هست. ماشاءالله علیک، زور خدمت میکنی حضرت. نکی تازه نمیکنی همینجا را همش غی جان عرلش میکنی، خاک با سنگ با علف جزیر میکنی، همه را تازه خشوش نمیکنی. خدا نگهبان باشن. خب دوستان عزیز، الله نگهبان تا مشب باقی در امان الله. السلام علیکم.